گاهی وقتا هستن بعضیا میخوان مهرورزی خودشون رو نسبت به حیوانات به نمایش بذارن و یکی آمده به یه سگی بد برخورد کرده، بعد کلیپ درست میکنه یه انسان رو نابود میکنه، آبروشو میبره تو فضای رسانی و او رو با خاک یکسان میکنه که از اون طرف تو کلیپ نشون بده من چه آدم خوبیم، به حیوانات مهر میورزم. خب جناب درسته، شما آدم خوبی، نسبت به حیوانات ترحم داری، نسبت به حیوانات مهرورزی داری، آفرین، اما فراموش نکن حیوان به جای خود مهمه. الخلق و عیال الله، تمام مخلوق به منزله اهل خدا هستن و اینم یه مخلوق خداست. سگه ولی یه مخلوقی از مخلوقات خداست، اینم باید نسبت بهش مهرورزی بشه. یه سگی تو تعالیم نبی ما اومده که یه زنی بدکاره سگی رو آب میده ترحم بهش میکنه، خدا مغفرتش میکنه. انقدر تو دین ما این فضیلت داره مهرورزی به حیوانات. اما مهرورزی به حیوانات، ترحم به حیوانات، این جای خودشو داره. از اون طرف از او بالاتر کرامت و شرافت انسانی یک انسانه. تو داری یه انسان رو نابود میکنی که از خودت تو فضای مجازی آدم خوب جلوه بدی. این افراط و تفریط ها باید حفظ بشه. من بفهمم مدار انسانیت چیه، حد تعادل و توازن که توش افراط و تفریط نباشه. از یه انسان کامل چیه، اون چیه، الله معرفی میکنه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. اسوه حسنه اون الگوی کامل بشریت که هر چه بتونی بر طریقه و نهج او و مسیری که او پیش پات گذاشته پا بذاری، به سنتهاش عمل کنی، به سبک زندگی که او معرفی کرده عمل کنی، به معاشره‌ای که او گفته، به تعاملی که او به ما یاد داده، با انسانها با حیوانات چطوری باشیم عمل کنیم، به همون نسبت به انسانیت نزدیک و هرچی از این الگو و اسوه و مقتدا فاصله بگیری از انسانیت فاصله گرفتی. این نمونه کامل.